وقتی بی خانمان بودم شبها کنار پسر کوچیکم روی زمین سرد مترو میخوابیدیم. نه جایی برای رفتن داشتیم، نه پولی برای غذا. فقط یک چیز برایم مونده بود: ایمان. اسم من کریس گاردنره. یه روزنه امید توی دنیایی تاریک و بیره برای باقی موندن بود. اونم پسرم بود. یه کودک کوچیک که با چشمای پر از اعتماد به هم نگاه میکرد و انگار توی دلش میگفت بابا، من بهت ایمان دارم. من یه فروشنده بودم، یه فروشنده بدشانس. همه چیز از دستم رفت: کارم، خونم، پولم، حتی رابطه‌ام با همسرم. ولی هیچ وقت نذاشتم پسرم ببینه که شکستم. با هم توی پناهگاه‌های خیریه، توی دستشویی‌های عمومی و حتی کف خیابون‌ها خوابیدیم. سرد، گرسنه، ولی زنده و امیدوار. یک روز یک مرد ثروتمند رو دیدم که سوار ماشین گرون قیمتی بود. رفتم جلو و ازش پرسیدم چه کار میکنی که تونستی به همچین جایی برسی؟ اون گفت من دلال سهامم. همون لحظه توی ذهنم روشن شد. گفتم منم باید این مسیر رو برم. باید برای پسرم یه آینده بسازم. ولی آسان نبود. کارآموزی بدون حقوق، رقابت شدید بدون هیچ حمایتی. صبحها به سختی بیدار می شدم، پسرم را می بردم مهد کودک، بعدش می رفتم سر کار. با لباسهایی که چند روز نشسته بودم. با شکمی خالی ولی ذهنی پر از آرزو. روزی رسید که اونا منو استخدام کردن. روزی رسید که دیگه شبها روی زمین نمیخوابیدم. روزی رسید که پسرم را بغل کردم و بهش گفتم ما موفق شدیم. و اگه امروز تو هم توی تاریکی، اگه حس میکنی ته چاهی، بدون که حتی توی سخت‌ترین شبها خورشید فردا طلوع میکنه. فقط بلند شو یک بار دیگه. فقط یک بار دیگه. اگه این داستان الهام بخشت بود سابسکرایب کن تا داستان‌های واقعی دیگر رو هم بشنوی. هر افتادن یه فرصت برای بلند شدن. این فقط شروعه.